علیکم مردم کردستان. امیدوارم که خوب و سلامت هستید. من عمر خوجا هستم از ازبکستان، ولایت فرغانه، رایون سوخت دیه اشوق. خب همین دراویکا کار میبریم، دراویکا فروشی میکنیم. باز یک بار ضبط کردن نشون میدیم چی کار میکنه دراویکای ما، چی هنر داره. من اینجا 4 تا سیتکا داره. یک تا برای گوسفند خوردگی، یک تا برای گاو خوردگی، یک تا دیگه برای یارما. این یارما میکنه، این ساوس میکنه. انا هازی ما که گذاروندنشون میدیم، که علف کاوت، پایا، چوخ سفیدو، کبوتر. انا دراویکای ما دو کن دراویکا های، دو کن کورولا کتی 4 برجا. موتور 6.5 کیلواتی های. یکش موتور میدای، یکش الیمنت. انا در این بو موتور 3.5 کیلووات هم میشود، 3 کیلووات هم میشود. انا موتور 3 کیلووات، 3.5 کیلووات زکاس کتی بسیل میکنیم. مقصد 3.5 قبول درجه قوت نداره. همین 6.5 کیلووات سوزه، 6.5 کیلووات سوزه. باز یک قربان میکنیم، دو قوت خاموشو میکنیم، میبینی باو میکنیم. Kaha gizarundun, kay gardım. Ana ayrıca alafi tane gizarundun. Paya gizarundun, şok tera gizarundun. Ana brodaro. Munda kanes, kay şoli. Kay şoli nes maksat در جای مون نیسته همین چیز روز دالیم همه. انا کای شولی ها خاک باش اگر سیتکا کتی زنی میشه، اگر تر باشه به سیتکا میزنه کای شولی ها. انا این موتوروی که او دیدیده اینو 6.5 کیلوواتن، یکش میده یکش الیمنته. نرخش نبیم اگر 3.5 کیلووات 3 کیلووات 3.5 کیلووات 2600 سومون. انا 6.5 کیلووات الیمنتیش 2850 سومون اپت نرخشای روزیستا 3000 سومون. این میدیش باشه اگر 300 اپت میشه 300 روزیستا شه ای میدش. میسی میگن انا این دستافکه مو تو دوشنبی پیشی بزرگ کرمو بپله تو دوشنبیه بزرگ کرونا پیشی. انا طرف خوجان باشه اگر اونچی خوجان اونچی زفرآباد مچوی دو انا با در اونجا طرف اسفره تو همونجا دستافکه دوره دستافکه بپله. انا بعد درشی جوی که در کار باشه